أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی. خیلی که ما گفتیم ماه رمضان ماهی قرآن است، قرآن فرود آمده است. خیلی که الله میگوید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در این ماه قرآن فرود آمده است. از آسمان هفتم به آسمان دنیا در شبی لیلة القدر قرآن فرود آمده است. بنابراین در ماه‌های رمضان جبرئیل به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرود می آمدند. پیامبر قرآن می شنوانیدند، قرآن می خواندند، جبرئیل می شنویدند. بنابراین در این ماه بیشتر ما قرآن بخوانیم. فقط در ماه رمضان نیست، در دیگر ماه ها نیست قرآن بخوانیم، اما خصوصا در ماه رمضان به قرآن اهمیت بدهیم. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که قرآن میخواند و در ذهنش حفظ است، او همراهی فرشتگان میباشد. شخصی که در قرآن خواندن مشقت میکشد، او دو اجر میگیرد، اجری مشقت و اجری خواندنش میباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یگان به یگان چیزی الله اجازت نداده است که انسان در هنگام قرآن در خواندن یگان چیز او صدایش را زیبا گرداند، مگر هم که در قرآن می باشد که ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجهر به. الله به یگان چیز اجازت نداده است که انسان صدایش را زیبا گرداند در شعر خواندن و دیگر چیزها. فقط در قرآن وقتی که ما قرآن میخوانیم تجوید و با صدای نرم بخوانیم که صداهامو زیبا گردانیم که تا شنونده به قرآن شوق ببندد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با میگویند که وقتی که پرسیده شد که کدام شخص صدایش زیبا می باشد، پیامبر گفتند الذی اذا سمعته یقرأ رأیت انه یخشی الله. وقتی که یک شخص قرآن میخواند تو با گوش کردن این یقین میکنی، گمان میکنی که این شخص از الله میترسد. همچنان بخوانیم که ما یعنی از الله میترسیم. در خواندن صدا و یعنی مناجات و همچنان قرآن بخوانیم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به خواندن قرآن اهمیت میدادند. مثلا یک شخص میتواند در یک ماه رمضان 3 بار قرآن رو ختم بکند و روزش شبش قرآن بخواند. و اینچنین شخصی که با نماز جمع میکند این قرآن رو، بیشک من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شبهای رمضان قیام میکند، نماز میخواند، با خواندن قیام نماز خواندنش باز قرآن رو دراز میخواند، 1 جز 2 جز 2 پاره 3 پاره قرآن میخواند، بیشک او هر دو چیز را جمع کرده است. بنابراین این ماه قرآن است. با قرآن خواندن و اهمیت بدهیم، با تدبر بخوانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را با تدبر با اندیشه میخواندند. شخصی که معنی قرآن را نمیداند اگرچند که او میخواند اجر میگیرد، اما شخصی که معنیش را میداند با تفکر بیاندیشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیگر شخص قرآن شنیدن را دوست می‌داشتند. روزی به عبدالله ابن مسعود گفتند که قرآن بخوان. سپس عبدالله ابن مسعود گفتند قرآن به تو نازل شده است، آیا من به تو قرآن بخوانم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من از کسی شنیدن را دوست می‌دارم. سپس قرآن را وقتی که عبدالله ابن مسعود خواندند، سوره نساء بود، به جای آمد رسیدند که پیامبر گفتند کفایه است. سپس عبدالله ابن مسعود گفتند که من چهره های پیامبر را دیدم که اشک جاری میگشت از خواندن قرآن. بنابراین پیامبر
وقتی که ابو موسی اشعری ابو ذر رو دیدن که قرآن میخواند، گفتند این صدای داوود رو به این داده است. خشوع به حال شخصی که قرآن میخواند و صدایش زیبا است و با تجوید و آهنگ خود میخواند، بیشک این اجر بیشتر دارد. خصوصا حافظای قرآن اهمیت بدهند در این ماه مبارک، تجویدهای با بهترین درجه و بلندترین قرآن بخوانند تا که مردم به قرآن دلشان جمع شود و پس از ماه رمضان به فهمیدن این قرآن بکوشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.